در کجا برای مسلمان گفته شده که برو بچه بازی کو، زنک بازی کو، کوک جنگی کو، سگ بازی کو، مرغ بازی کو، کفتر بازی کو، صدها فحشا و منکرات انجام بده، در مجالس رقص و پایکوبی اشتراک بگو، اما در مسئله یادگیری قرآن کریم میشه برش میگی قرآن کریم چرا یاد نداری؟ میگه ولی من خو قاری نیستم، من خو ملا نیستم. او مسلمان، این قرآن کریم برای ملا و قاری است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید ما این قرآن کریم را بر تمام عالمیان نازل کردیم. این قرآن کریم مختص بر ملا و قاری نیست. هر مسلمان کلمه گوی لا اله الا الله برش واجب است که قرآن کریم را یاد داشته باشد، بخواند، در خانه خودش ختم بکند، خودش تلاوت بکند. نه ای که مردم بیاید چند تا قرآن فروش و چند تا ملای دین فروش بیاید در خانهش ختم بکند. این ختمار از کجا کشیدن؟ تو خودت چقدر مسئولیت داری در قبال دین خود، در قبال اسلام؟